أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید کتاب آداب النوم والاضطجاع، یعنی که کتاب در مسئله آداب خواب کردن، یعنی این مسئله در مسئله خواب کردن و چطور خواب کردن، ولی التجاع و همچنین در مسئله پهلو زدن، تکیه زدن یا دراز کشیدن که انسان باید چطور دراز بکشد، و والقعود و درباره نشستن که انسان باید چطور بنشیند، والمجلسی در مجلس در جای نشستن باید چطور باشیم، والجلیسی یعنی هم نشینان باید چطور باشه، در پیش کسانی که میشینیم با اونها باید چطور بنشینیم، و رؤیا و درباره خواب دیدن و چطور یا که خواب ببینیم باید چیکار کنیم. خلاصه در همین مسئله ها این کتاب گپ میزند، این کتاب صحبت میکند و امام نووی رحمه الله در همین باره برامون چند بابهای در زیر همین کتاب تقدیم میکند. اکنون این کتاب اولین بابش باب ما یقوله عند النوم است. باب در مسئله آن چیزی که پیش از خواب کردن انسان باید بگوید، یعنی وقتی که ما میخواهیم خواب بکنیم باید چی چیزها را بگوییم. این باب در همین مسئله چی وظیفه را اجرا کنیم یا چی سخنها را بگوییم، این باب در همین مسئله برامون دلایل تقدیم میکند. خب چند حدیث در این باب میارد. اولا حدیث یکم این باب حدیث ریاض الصالحین می شود 813. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال، یعنی که از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اوى الى فراشه نام على شقه الایمن، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود هنگامی که میرفت به جای خوابش، اذا اوا این هنگامی که میرفت، هنگامی که میرفت الی فراش، به جای خوابش، برخت خوابش، به جایگاهش میرفت، نام علی شقه الایمنی، خواب میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پهلوی راستش، یعنی به پهلوی راستش رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب میکرد. ثم قال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت، یعنی این دعا را میگفت پیش از خواب کردن. این دعا چنین است: اللهم اسلمت نفسی الیک، یعنی ای بار الها تسلیم کردم من نفسم را به تو، یعنی تسلیم کردم من نفسم را و خودم را به تو ای الله تبارک و تعالی. و وجهت وجهی الیک، و روی آوردم یا گرداندم رویم را به سوی تو ای الله تبارک و تعالی. ای الله من همچنین رویم را به سویت گردانیدم. و فوضت امری الیک، و فوضت یعنی سپاریدم من ای الله، حواله دادم به تو من ای الله، امری الیک یعنی کارهایم را به سوی تو، همه کارهام ای الله به تو حواله دادم، به تو سپاریدم ای الله. و الجأت ظهری الیک، و الجأت ظهری الیک یعنی که پناه بردم من پشتم را به تو، یعنی که پناه بردم به تو، فهمو؟ پناه بردم من ای الله تبارک و تعالی به تو، یعنی تکیهگاه ای الله من تو را قرار دادم، اکنون من دیگر خودم را به تو سپردم و به تو پناه بردم از تمام بدی ها. رغبتا و رهبتا، یعنی همه این کارهایی که من کردم رغبتا و رهبتا الیک است، یعنی که امید و میل دارم به تو. رغبه یعنی که امید و میل دارم به تو ای الله، و رهبه یعنی ترس دارم همچنین به تو، از تو ای الله تبارک و تعالی. پس من این کارها را انجام دادم. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لا ملجأ یعنی دیگر جایی بازگشت نیست، ملجأ یعنی جای بازگشت، ولا منجا و همچنین جای نجات دهنده نیست، من که از تو ای الله تبارک و تعالی، الا الیک
مگر به سوی طی الله، یعنی دیگر جای گریختن ندارم، جای پنهان شدن ندارم مگر به سوی طی الله تبارک و تعالی. آمنت بکتابک الذی انزلت، یعنی ایمان دارم من ای الله به کتاب تو که نازلش کردی، همون کتابی را که الله تو نازل کردی من به اون ایمان دارم. و نبیک الذی ارسلت، و همون پیغمبری را که توی الله فرستادی و همچنین من با او پیغمبر ایمان دارم. پس این هست دعای پیش از خواب کردن گفتن، این دعا گفته شود. رواه البخاری و بهذا اللفظ فی کتاب الادب من صحیحه، یعنی این حدیث بخاری در به همین لفظ در کتاب ادبش از صحیح روایت کرده است. در کتاب ادب این را روایت کرده است امام بخاری رحمه الله. پس این بود یکم حدیث این باب. حدیث دوم، حدیث 814 ریاض الصالحین. و عنه قال، یعنی که از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم من رو گفت که اذا اتیت مضجعک، یعنی هنگامی که آمدی تو به مضجعت، مضجع یعنی به جای خوابت، به رخت خوابت، به جایگاهت که آمدی، فتوضع وضوءک للصلاة، پس طهارت بکن، طهارتت رو که برای نماز میکنی، یعنی عیناً در نماز چی طوری که طهارت میکنی پیش از خواب کردن گفت انا همون طور طهارت کن. ثم اضطجع علی شقک الایمنی، پس دراز بکش، خواب بشو به طرفی به پهلوی راستت، وقتی خواب شده نمیشوی به پهلوی راستت خواب بشو. و قل، اکنون دوام حدیث تا میگه و بگو و ذکر نحوه، همون دعایی که در بالا گفتیم میگه به مثل همون دعا را باز ذکر کرد، همون دعای در بالا ذکر کردگیمون میگه به مثل همون دعا پیغمبر گفت که همین دعا را بگو. و فیه، اما در دوامش یک چیز علاوه‌ای هم میگه آوردک، بعد دعا را گفتن میگه گفت که و جعلهن آخر ما تقولو، یعنی قرار بده همین دعاهای گفتگی همون را آخرین چیزی که میگویی پیش از خواب کردن، آخرین سخنت همین دعاها باشد و بعد از این دیگر خلاص، یعنی تلفن تا یک جانب بمان، تماشا و اخبارخوانی و همه چیزا را یک یوتیوب یک جانب بگذار و آخرین سخنت همین باشد. این سخنه که گفتی خلاص بعدش باید خواب شوی، دیگر نه گپ بزن و نه مشغول به تلفن بشو و نه مشغول به تلویزیون و نه به یگان چیز دیگر، فهمو؟ دیگر بعدش راسته که خواب بشو. پس پیغمبر امر کرد که همین کارا بکن و همون دعای در بالا بوده را گفته. حدیث متفق علیه است. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 815 کتاب ریاض الصالحین و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل 11 رکعتا، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب 11 رکعت نماز میخوند. فاذا طلع الفجر صلى رکعتین خفیفتین، پس هنگامی که طلوع میکرد فجر، یعنی که صبح، وقت صبح میدمید، صلى رکعتین خفیفتین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذاشت دو رکعت سبک، دو رکعت کوتاه و سبک میگذاشت پیش از صبح دمیدن، وقتی صبح دمیدن نزدیک میشد یا که صبح میدمید. ثم التجع على شقه الایمن حتی یجیء المؤذن فیؤذنه، پس میگه پیغمبر التجع یعنی دراز میکشید، على شقه الایمنی به پهلوی راستش، پیغمبر به پهلوی راست دراز میکشید، حتی یجیء المؤذن، تا زمانی که بیاید مؤذن، فیؤذنه، پس آگاه کند پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، یعنی تا وقتی که مؤذن بیاید و پیغمبر آگاه کند، پیغمبر خبر کند برای نماز جماعت شروع شدن، تا انا همون وقت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دراز میکشید با پهلوی راستش. حدیث میگه حدیث متفق علیه است، یعنی تا نماز بامداد اکنون پیغمبر چیکار میکرده است؟ اما خیلی دراز کشیده انتظار میشده است، زیرا اینکه تا اون وقت مشغول بود به نماز شب خواندن.
خب این حدیث هم با آخر رسید. بعد از این حدیث 816 و عن حذیفه رضی الله عنه قال، یعنی که از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع یده تحت خده، یعنی که میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود اذا اخذ مضجعه، وقتی که قرار میگیرید در جای خوابش، یعنی که وقتی که میخواست بخوابد، اخذ مضجعه را میشود بگوید که هنگامی که میخواست که خواب بکند، من اللیل یعنی در شب، وضع یده تحت خده، میگذاشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستانش را در زیر رخسارش، در بگیم پرای روش میگذاشت به همین خیل، بعد طرف بگیم دست راستش رو میگذاشت و همین خیل به طرف راستش کار میکرد، خواب میکرد. ثم یقول، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت این دعا را، میگفت که اللهم باسمک اموت و احیا، یعنی ای الله به نام تو من زنده میمیرم و زنده میشوم. مقصد از میمیرم یعنی خواب میکنم و مقصد از زنده میشوم یعنی بیدار میشوم، زیرا که خواب کردن میگن مرگ صغیر است، نه مرگ میده است. و زنده شدن همچنین، از خواب بیدار شدن همچنین زنده شدن خرد است، یعنی زنده شدن پیش از اونه که در قیامت زنده میشویم. از این حساب پیغمبر گفت که اللهم باسمک اموت، یعنی ای الله به نام تو من خواب میکنم و احیا و به نام تو من بیدار میشوم. و اذا استيقظ قال، و هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خوابش میخست میگفت که الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، یعنی حمد و ستایش از برای الله که بیدار گردانید ما را بعد از آنه که خوابانید ما را. این بگیم اصلا حدیث به همین معنا هست، اما احیانا بعد ما اماتنا یعنی زنده گردانید ما را بعد از میراندنش، بعد از اونه که ما را میرانید. اما اینجا زنده و مرده حقیقی نیست، بلکه خواب کردن و از خواب خیستن است. و الیه النشور یعنی به سوی الله هست بازگشتن، یعنی ما به سوی الله تبارک و تعالی باز میکردیم. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 816. بعد از این حدیث 817 و عن یعیش ابن تخفة الغفاری رضی الله عنه قال، یعنی که از یعیش ابن تخفه غفاری رضی الله عنهما روایت است که گفت قال ابی، امین یعیش میگوید که پدرم گفت بینما انا ملتجع فی المسجد، بینما این زمانی که وقتی که میگوید من ملتجع بودم یعنی دراز کشیدگی بودم در مسجد، علی بطنی، اما این دراز کشیدگی میگه به شکم بود، یعنی به شکم دراز کشیدگی بودم. اذا رجل یحرکنی برجله، ناگهان میگه دیدم مرد، اذا فجائیه، ناگهان دیدم مرد رو که میگه یحرکنی برجله، یعنی میجمون مرا، حرکت میداد مرا با پایهایش. پس میگه کسی دیدم که آمد میگه با پایهاش یعنی مرا بیدار میکرد، با پایهاش مرا میجنبانید. فقال، پس میگه گفت که ان هذه ضجعه یبغضها الله، یعنی هر آینه همین دراز کشیده که همین خواب رویه که تو خواب کردی، یبغضها الله یعنی که بد میبیند این را الله سبحانه و تعالی، یعنی خواب کردن با شکم را الله سبحانه و تعالی بد میبیند. قال فنظرت، پس همین یعیش میگد، یعیش بابیش میگوید، زنی که از بابیش روایت کردیست، پدرش میگوید که فنظرت، پس میگه گشتم نگاه کردم که فاذا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس ناگهان پیغمبر دیدم میگه، یعنی همین کسی که میگه با پایهاش مرا میجنبانید و حرکت میداد و این سخن رو گفت، میگه نگاه کردم که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی خواب کردنی به شکم جایز و درست نمی باشد. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود با اسناد صحیح روایت کردگی هست. این بود حدیث 817. بعد از این حدیث 818 و عن ابي هريره رضي الله عنه
از ابو هریره رضی الله عنه روایت است عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت، ابو هریره از پیغمبر روایت کرده میگوید که پیغمبر گفته است که من قعد مقعدا لم یذکر الله تعالی فیه، یعنی هر کسی که بنشیند در یک جای، مقعدا در جای نشست، یعنی در یک جا برود همونجا برای نشستن قرار بده، در همونجا بنشیند. هر کسی در یک جا برود بنشیند، لم یذکر الله تعالی فیه، در همون جای ششتگیش ذکر الله نکند، یاد الله نکند، کانت علیه من الله تیرتون، می باشد، میگه بالای اون انسان از جانب الله تبارک و تعالی تیره یعنی زیان از جانب الله می باشد. یا حسرت و ندامت میگویند، یعنی حسرت و ندامت بالای اون انسان میاد از جانب الله. انسانی که از جاده میرود میشیند و در اونجا یاد الله نمی کند، ذکر الله نمی کند، الله را به یاد نمی آورد، حسرت و ندامت و زیان از جانب الله تبارک و تعالی بالای اون انسان میاد. تیره یعنی زیان هم بگویش می شود یا حسرت و ندامت هم بگیمش می شود. و من اضطجع مضجعا لا یذکر الله فیه، یعنی میگه هر کسی که دراز بکشد در یک جای دراز کشی، یک مکان ده مثلا یک جای خوب اختیار بکنه در هم جبر و دراز بکشد، لا یذکر الله فیه، یعنی ذکر الله را نکند در همون مکان، در همون جای یاد الله را نکند، کانت علیه من الله تیرتون، می باشد میگه بالای اون انسان از جانب الله تبارک و تعالی زیان و یا حسرت و ندامتی. پس برای این انسان هم که یک جا خواب میکند یاد الله نمیکند، ذکر الله نمیکند، الله را به یاد نمیارد، بالای انسان هم همچنین زیان و حسرت و ندامتی از جانب الله می آید. به خاطر چه؟ به خاطر آنه که این انسان جای نشستگیش ده یا که جای خواب کردگیش ده یاد الله نگفت، یاد الله را ذکر نکرد یا به یاد الله نشد. رواه ابو داود به اسناد حسن، این حدیث را میگه ابو داود با اسناد حسن روایت کردگی هست. پس این هست این بابی که پیش از خواب کردن ما چی بگوییم. پس در این باب برامون تعلیم داد این مسئله را. بعد از این باب دیگر شروع می شود، باب دوم این کتاب، باب جواز الاستلقاء على القفا و وضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يخفي انكشاف العورة، یعنی که باب در مسئله جایز بودن خوابیدن بر پشت، یعنی به پشت خواب کردن و گذاشتن یکی از پایها بر بالای پای دیگر، به شرطی که ترس نمایان شدن عورت نباشد و ترس نمایان شدن عورت نباشد، جایز است که همینطور خواب شود. و جواز القعود متربعا، و همچنین جایز است نشستن چارزانو، و محتبیاً، و همچنین جایز است که محتبی بشینیم. محتبی با تو که ما میگیم چون گرکش میگیم، مثلا سر دو پا داشتن، فهمو سر دو پا شیشتن، این طور شیشتن هم جایز است. خلاصه این باب دوم باب است، این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزمون با آخر و درس امروزه رو با پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.